فکر چیه؟ فکر چی هست؟ چرا فکر مهمه؟ فکر اون چیزیه که از واقعیت بیرونی واقعی‌تره و کیفیت زندگی رو میتونه از زمین تا آسمون تغییر بده. کسی که میتونه ذهنش رو مهار کنه و مشاهده از طریق مشاهده میکنیم با همین کار اینجا. در واقع میتونه ذهن رو نه به عنوان یک دستگاه خودمختار به شکل ارادی ازش به عنوان ابزار خلاق استفاده کنه. اگر ما نتونیم این کار رو با ذهن انجام بدیم، نه تنها ما از ذهن نمیتونیم استفاده کنیم، جابجا میشیم، ذهن از ما استفاده میکنه. یه گفتگوی دائم بیپایان غیر ارادی تو مخمون را میفته که مثل خوره ما رو میخوره و تبعات خیلی مثبتی نداره. آیا واقعا میشه ذهن در وضعیتی قرار بگیره که کاملا تحت اراده عمل کنه و وقتی که شما باش کاری ندارین هیچ کاری نکنه؟ یعنی ما هیچ فکری نداشته باشیم؟ چون اگه ذهن حرکت نکنه یا واکنش نداشته باشه فکری نداریم که. همه میتونن اینو تجربه کنن، ساده است. یه مثال براتون میزنم. ببینین دویدن که بدن نیست، که دویدن که به معنای جسم نیست، ولی دویدن با جسم انجام میشود. وقتی شما اونجا نشستین حرکت نمیکنین یعنی فعل دویدن حادث نشده است. ولی وقتی که شما از جاتون بلند میشین و شروع میکنین به دویدن، بدن داره حرکت دارین میدوین، شما دویدن حادث می شود. دویدن یک فعله، یک عمله که توسط جسم روی می دهد. نکته: اگر بدن هیچ حرکتی نداشته باشه آیا مانع زنده بودن شما خواهد شد؟ نه نمیشه. اگه جسم شما در حال دویدن نباشه چی؟ هیچی. شما زنده میمونین؟ معلومه که میمونین. آیا میتونین بدون دویدن در وضعیتی که جسم شما ساکنه، در سکون هست، به بودن آگاه باشید؟ معلومه که میتونید. فکر و ذهنم همینن. فکر دویدن کالبد ذهنیه. اگه کالبد ذهنیتون ساکن و ساکت باشه شما دیگه زنده نمیمونین. چرا زنده میمونین؟ پس وضعیتی از آگاهی هست که ذهن بی حرکت باشه و شما همچنان به بودن آگاه باشید.